مهربان ما که بنده نیک رو از ما گرفتی، بهترین ما رو از ما گرفتی. خدایا در عوضش به ما نکی بده. خدایا در عوضش بهترین ها رو به ما جایگزین بده. ان لله ما اخذ و له ما اعطا. خدا هست که هرچی را خواهد میگیرد. پیغمبر محبوب میگه امروز والله عزیزترین رو گرفت، بهترین ملت رو گرفت، دعاگوی ملت رو گرفت. خدایا در عوضش به این ملت نکی. در ماه مبارک رمضان روزه میگیرن. ببینید برادران از گرامی، ما الحمدلله در این ساعتها همه روزدار هستیم. حالتی که میخوام گپ بزنم دهانم خوش شده ایستاده است. این اشاره به آن میکند که جنت عاشق یکایک ما و شماست. خصوصا استاد ارجمند مرحوم ما که امروز در دهه رحمت خدا جانش نشاگرد. چی مرتبه عالیه در ماه مبارک رمضان در دهه رحمت و در حالت روزداری و صومداری. به سبب برادران عزیز گرامی همین 4 صفتی را که الان شما شد. عزیزان اهل اسلام، از مرگ چاره ای نیست. از مرگ جای خلاصی و جای گریز نیست. از مرگ جای پنهان شدن نیست. چون که الله مهربان در کلام اقدسی خود می فرماید که كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هر نفس چشنده شربت مرگ است، سپس به سوی ما برگردانیده میشوید. در این آیه مبارکه یک اخبار عمومی به تمام بشریت است که هر ذی روحی که در این عالم هستی وجود دارد به نوبت شربت مرگ را می چشد. از مرگ جای خلاصی و جای گریز. الله مهربان ما که بنده نیک را از ما گرفتی، بهترین ما را از ما گرفتی. خدایا در عوضش به ما نکی بده. خدایا در عوضش بهترین ها را به ما جایگزین بده. ان لله ما اخذ و له ما اعطا. خدا هست که هرچی را خواهد میگیرد. پیغمبر محبوب میگه امروز والله عزیزترین رو گرفت، بهترین ملت رو گرفت، دعاگوی ملت رو گرفت. خدایا در عوضش به این ملت نکی ها بده. در این ملت آرامی ها بده. در این ملت صلح و صلاح همیشه. موت العالم موت العالم، این موت انسانهای عالم و دانشمند و پیشوایان دین مقدس اسلام. این موت انسانهای عالم و دانشمند و پیشوایان دین مقدس اسلام، این موت عالم است. موت این گونه انسانها از بین رفتن علم و دانش است. امروز عزیزان اهل اسلام یک صندوق پر از علم و دانش به زیر خاک می رود.